نمیشه که ما به خاطر رضایت دل هوادارهای پرسپولیس و استقلال بازیکنامون رو همه رو بذاریم به تاراج و هرچی خواستن ببرن. اون وقت ما بریم ته جدول. تو اون مقطع مهدی زاره تو اون مقطعی که قرار بود بفروشیمش با من تماس گرفت. من تو اون مقطع به زاره گفتم بین پرسپولیس و استقلال قطعا باید پرسپولیس رو انتخاب کنی. به چه دلیل؟ به این دلیل که سرمربی پرسپولیس دست گذاشته روی زاره و قبول کرد. دیگه بعد از اون من بازیکن رو در اختیار باشگاه گذاشتم و باشگاه هم تونست درآمدزایی خوب داشته باشه از انتقال زاره به تیم روسیه‌ای. بعد از جدایی کارتال و پیش از انتصاب وحید هاشمیان از سمت شما اقدامی بوده یا با شما صحبتی شده این فصل؟ لطفاً به صراحت بگین. من اون موقعی که جوان بودم خیلی دوست داشتم برم پرسپولیس. الان بعد از 16-17 سال خیلی برام مهم نیست، چون دیگه خودم رو تو این فوتبال ثابت کردم. ولی اگر بخوام بگم که دوست ندارم به پرسپولیس برم، اینم دروغه. پرسپولیس و حتی تیم ملی، به هر حال هر مربی یه اهدافی داره، آرزوهایی تو سرش داره. باید یه روزی بشه که پرسپولیس بیاد دنبال مهدی تارتار. دیگه به اونجا من رسیدم که اونا باید بیان. اگه قرار باشه من از طریق واسطه ها برم اونجا، قطعا مهمون 4 هفته هستم.